سلام تماشابینان ارجمند. خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز جمعه 4 اپریل من خیرومون بخوزاده تقدیم میکنم. جمعیت روززبانهای ولایت ختلان تاجیکستان از تصرف کریم از جانب روسیه پشتیبانی و از مقامات مسکو دعوت کردند که ترتیب و نظام را در اوکراین برقرار کنند. جمعیت روززبانان ختلان که نامه‌شان را سفارت روسیه نشر کرده است 3000 نفر را تشکیل می‌دهند. در پی تصرف منطقه کریم از جانب روسیه در ماه مارس تحلیلگران از واقعیت دور نمی‌دانند که مسکو می‌تواند اختلاف‌های موجوده در آسیای مرکزی را به نفع خود استفاده کند. عاقلانه خواهد بود اگر رهبران منطقه تمام گره‌هایی در ماجراهای بین آنها به عمل آمده را باز کنند و اختلاف‌ها را از بین برند. این همان مسئله‌های مربوط به مرز، صادرات گاز، ایجاد فضای اعتماد بخش است. ما الکی شاهد بهبودیابی روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان شدیم که به تبادل قلمروهای بحثی شروع کردند. مقامات تاجیکستان از حالا میگویند که حوادث اوکراین به وضع اقتصادی روسیه تأثیر منفی رسانده است و این چیز میتواند به حجم انتقال مبلغ‌های مهاجرین اثر گذارد. حجم انتقال پول‌های شخصیت‌های انفرادی در سال 2013 از روسیه به تاجیکستان 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. ضمناً در برابر این در نشست دوشنبه عاید به پیامدهای اقتصادی مهاجرت مسائل مربوط به استفاده عاقلانه درآمد مهاجران بررسی شده است. مقصد اساسی این کنفرانس که موضوع اساسی آن درباره ثمراناک استفاده کردن مبلغ‌های انتقالات مهاجران در اقتصاد جمهوری تاجیکستان میباشد. درآمد مهاجران کاری 76% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. صدرالدین توشف زندانیه که بعد تحقیق قضیه مرگ پرخشونت حمزه اکرامزاده در تهمت و بهتان عیبدار شد، از محبس خوجند به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی به دوشنبه انتقال یافت. طبق حکم نو او باید 9.5 سال آینده را در زندان نظام شدید شهر قرغانتپه سپری کند. سبب به بازداشتگاه انتقال یافتن او معلوم نیست، ولی با اطلاع پدرش برایش اجازه دادند که با پسرش ملاقات کند. صدرالدین توشف فرمانده مخالفین پیشین در رسانه‌ای شدن قضیه مرگ اکرامزاده سپتامبر سال 2012 گناهکار شد. ضمناً چند روز پیش یک شاهد دیگر این حادثه رافائل مقصودوف بعد رهایی از زندان به خبرنگاران قضیه لطوکوب شدید اکرامزاده را نقل کرد. به احتمال زیاد سالهای آینده از فوتبال زنانه خبرهای خوشی زیاد خواهیم شنید. مثل این که اخیراً ورزشگران تاجیک در 2 بازی در مسابقه های منطقوی آسیا بر تیم های بوتان و شریلانکا با حساب های 3-0 و 1-0 پیروز شدند. این بازی ها در شهر کلامبوی کشور شریلانکا برگزار شدند. آن زمان در 3 بازی دختران فوتبال بازی تاجیک از تیم های ایران، هندوستان و نپال مغلوب شدند. منتخب تاجیکستان آخر ماه مارس در مسابقه منطقوی قهرمانی آسیا بین دختران سنشان تا 14 ساله مقام 4 را کسب کرده است. دختران ورزشگر میگویند هر پیروزی برایشان نه تنها از لحاظ ورزشی بلکه از نظر مقام اجتماعیشان هم خیلی ارزشمند است، چون حضور دختران را در ورزش همانا نه همه قبول دارند. ما رو دستگیری میکردن همه وقت. آنها همه وقت میگفتند که وقتی که با ورزش مشغول شوی حتما تن سالم، همه جسم سالم، همه چیز میشود، برای همین سلامتی خوب میشود میگفتند. شکل پرره این نوار ویدیویی را می توانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه تلفنی همراه خود پیدا کنید.